وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين وارض الإله بطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و با این تشکر تقاضای بقا و برکت و مزید نعمت میکنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. شبها و روزهای رمضان در تعقیب هم هستند تا هم به هدایت، حسنات، برکات، تقوا، مغفرت و رحمت ما بیفزایند و هم زنگ خطری هستند برای نزدیک کردن ما به اجل ما، چون هر روزی که بر ما می‌گذرد گرچه یک فرصت تولید می‌کند، اما اون روز دیگر تکرار نمی‌شود. از طرفی دیگر هم فرصت‌ها را کم می‌کند، چون هر روزی که می‌گذرد ما را به اجلمان نزدیک می‌کند. علما 30 روز رمضان را تشبیه کردند به 30 دوست خوب و دلسوز و خیرخواه و واقع امرم همینه. قرآن یک دوست خوبه. در قرآن راهنمایی ها و ارشادات خوبی وجود داره که اگر به حرف قرآن گوش بدیم قطعاً در خوبی ما تأثیر بسزایی دارد. رمضان هم یک دوست خوبه. اگر به حرفش گوش بدیم قطعاً در خوبی ما نقش آفرین هست، در رشد ما، در کمال ما، در توفیقات ما. یعنی ما در رمضان احساس میکنیم، خصوصا در روز رمضان، در خیابان میری، در کوچه میری، در خونه هستید، در محل درست هستید، در بازار هستید، اگر قرار شده پات، دستت، چشمت، گوشت مسیرش عوض بکنه، بلا فاصله تذکر بهت میده مواظب باش روزه هستید. یعنی خود به خود بدون کسی بهت بگه، مثل که یک نفر به اسم روزه نمیتونه آرام بگیره، بلا فاصله تذکرت میده روزه هستید، خودتو کنترل کن. و این ویژگی یک دوست خوب هست. یعنی آرام نمیتونه بگیره که دوستش، رفیقش در معرض خطر واقع شده و ساکت بنشینه. نمازم دوباره یک دوست خوب هست. این الصلاة تنها، نماز بازدارنده است، نهی میکنه. زکات هم یک دوست خوبه، انسانو از بخل، حرص، طمع، مالندوزی، اینا، از اون طرف حس همدردی و همکاری اجتماعی و محبت و بذل و بخشش رو در تو تقویت میکنه. چقدر نیاز داریم به این دوستان خوبی که این خصلت‌های خیر رو در ما تقویت بکنن و از اون طرف خصلت‌های بد را از ما دور بکنن. انجمن بانوان ما که پایگاهشون در همین مسجد هست، انجمن سعادت راه ساحل سرو، همچین عنوانی دارن که من همیشه قاطی میکنم تو این عنوانشون.
اینا کمیته بانوان انجمن خیریه خاتم النبیین بودن، فعالیت میکردن. بعد که رشد کردن خواستن خودشون هم یه انجمن مستقل داشته باشن، رو بانوان جامعه کار بکنن و تو اون قسمت شاید کلاس های متعددی دارن و تا مرز 280 تا دانش آموز دختر و پسر از سن پیش دبستانی تا سن 70 سال و 80 سال هم تو کلاس هاشون میپذیرن برای برنامه هاشون. و غیر از برنامه های قرآنی و دینی که علما رو دعوت میکنن، کلاس عقیده و توحید و مسائل دیگه و اینا از مدرسه علوم دینی، برنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، اخلاقی، مسائل دیگه، کلاس های تقویتی، اینا هم چه اونجا برگزار میشه. تو این رمضان 3-4 تا بروشور داده. تو همایش قبل از رمضان که برای 300 نفر از جوانا برگزار شد، خواهرها و برادرها، بروشوری درباره استقبال رمضان که چطوری رمضان رو استقبال بکنیم. بعد یه بروشوری هم داده به اسم حجاب که امروز یه مقدارش داخل تعداد از این نسخه ها داخل سالن همایش انجمن توزیع شد بین خواهرای دانشجو. یه بروشوری هم دیشب درباره ام الخبائث، مشروبات الکلی و مسکرات و مخدرات داد. یه بروشوری هم دیگه در نظر داره درباره اعتکاف و یک بروشوری هم درباره عید. اینا برنامه‌شون بوده که از این کانال هم بتونن خدمتی بکنن. من یه نسخه آوردم، بد نیست که امشب به این نسخه بپردازیم. حجاب یک سرمایه هست، یک حکم شرعی هست، یک راهکار قرآنی و نبوی هست و همه راهکارهایی که خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان راهکار برای ما انسان ها میدن، قطعاً این راهکار مشکل گشاست. از یک طرف یک سرمایه هست، مشکل گشا هست، از یک طرف مسئولیت ایجاد میکنه، یعنی سرمایه ها رو حفظ میکنه. حتی متفکرین غربی و اروپایی ها هم بعضی هاشون به این نتیجه رسیدن که باید یک حد فاصلی بین دو جنس مخالف باشد، وگرنه جامعه میسوزد. ریشه اخلاق، ریشه عفت، ریشه شرم و حیا، ریشه دین، ریشه ارزش ها اگر که بین دو جنس مخالف اون حدی که خدا گذاشته و اسمش گذاشته حجاب برداشته بشه که نیاز هست، وگرنه خدا اون حد رو نمیگذاشت. اگر این حد برداشته بشه که هر طوری دوست دارن به هم برسن و همدیگر رو ببینن و همدیگر رو تماشا بکنن، کار به جای باریک کشانده میشه. تازه 2 تا حد هست، یکی حجاب هست، این خوب دقت بکنید، یکی حجاب هست که پوشش زن و مرد کامل باشه. وقتی میگیم حجاب، نه این که زن تنها خودش رو بپوشونه، بلکه مردم باید خودش رو بپوشونه. ما خیلی جوانا میبینیم که پرورش اندام میرن، اندامشون، ماهیچه هاشون ورزیده میشه، خیلی تک‌پوش های فشرده، کمربند های فشرده، وقتی راه میرن اندامشون خیلی، ماهیچه هاشون بارز میشه. خب این خودش دوباره وقتی که دقت بکنید تو نگرش هاشون که اینطوری خودشونو لباس میپوشن، وقتی میان تو بازار، وقتی میان تو خیابان، وقتی میان تو دانشگاه، وقتی میان تو معابر عمومی، میخوان که اندامشون نشون بدن که از این کانال دختری رو شیفته بدن ها ورزیده و پیچیده خودشون بکنن و اندام شیکشون. این هم حجاب اسلامیش رعایت نکرده. اندام ورزیده برای گستردن دامی، برای نابودی عفت خواهری یا جامعه و زیر سال بردن
عفت جامعه، نه، اون بدن و ماهیچه ورزیده اگر واقعا راست میگه برای جهاد هست، برای مبارزه هست. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی در هر چیزی محبوب تر نزد خداوند. مؤمن قوی از نظر مال، اقتصاد، که خصلت ابوبکر و ام المؤمنین و خدیجه و عبدالرحمن ابن عوف و امثالهم داشته باشه که بتونه با اقتصادش جامعه رو قوی بکنه، فرهنگ رو قوی بکنه، اخلاق و تقوا و عفت رو تقویت بکنه. و اونی که قوی است از نظر نفوذ اجتماعی، متنفذ در جامعه، و اونی که قوی است از نظر بدن، و اونی است که قوی است از نظر فکر، اندیشه، طرح عالی بده. اونی که از نظر بیان و خطابت قوی است، چه بسا یک بیان معجزه آسا باشه و جامعه رو از این رو به اون رو بکنه. پس حجاب برای هر دوتا باید رعایت بکنن تا دو طرف در فتنه نیفتن. چون خداوند در قرآن میفرمایند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. دنبالش میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مردم میگه چشمتون رو بندازید پایین اگه احساس فتنه کردید که طرف مقابل تو رو تحریک میکنه، مبتذل پوشیده یا کامل پوشیده، حرکتش مبتذلانه هست. دو تا قضیه تو حجاب هست، تو حد فاصل. هم باید لباس کامل باشه و هم باید حد دوم و فاصله دوم. حالا به صرف این که فلان خواهر و فلان برادر حجابشون کامله، لباسشون کامله، این یک حد فاصل. باز پیامبر گفته با لباس کامل اگر یک زن و یک مرد دو جنس مخالف با هم خلوت کردن، باز نفر سومشون شیطانه. یعنی این به این معنا نیست که چون حجابش کامله دیگه خلوت صورت بگیره. باز یه حدی دیگه هست. زن با تنهایی مسافرت بکنه، بره تو بازار، خلوت بکنه با یه مرد نامحرم، همش حد فاصل هایی است که اسلام برای حفظ سرمایه های جامعه اسلامی، که جامعه اسلامی نیاز به این سرمایه ها داره، قرار داده. بی خود و بی جهت قرار نداده. حالا تو آزاد بگردان که هر طوری دلشون خواست به هم برسن، چی میشه؟ دیگه میشه کنترل کرد جامعه؟ خب سال بعد انشالله. پس این حد فاصل ها رو ما باید رعایت بکنیم، باید بهش توجه بکنیم، نباید از کنارش بگذریم، چون خدا از کنارش نگذشته. پس حجاب یک ضرورت اجتماعی است برای سالم نگه داشتن جامعه، و این ضرورت خدا و رسول خدا تشخیص داده که لازم هست، و این که انسانو از مرحله حیوانیت ارتقا بده، هویتش و شخصیتش حفظ کنه. پس همینطوری وضع نشده، بی خود و بی جهت وضع نشده. اگر به یه خانم بی حجاب نیمه عریانی بگن معذرت میخوام جناب خانم الاغ حالتون خوبه؟ جناب خانم گربه، برید رو حیواناتی که لختن، جناب خانم گاو معذرت میخوام از خواهرها، چقدر بهش بر میخوره، چقدر بهش فشار میاد این جمله، ولی عملا خودشو شبیه حیوانات کرده. لختن دارن میگردن، عبایی هم ندارن. همینطوری که حیوانات عبایی ندارن، امروز خیلی از انسانها عبایی ندارن. و بعد این لختی رو و این عریانی و مکشوف بودن و این ابتذال رو با انواع وسایل ارتباطاتی دارن ترویج میدن و پخش میکنن و انتقال میدن و تبلیغ میکنن و تبدیل به فرهنگ دارن میکنن. الان بی‌حجابی نشانه تمدن و پیشرفت است،
نه در جامعه غربی، در جامعه اسلامی، نه در تشیع تنها، نه در شهرستانی تنها، در تسنن و تشیع، در شهری و روستایی. تو الان تو روستا برو، دیگه اون لباس قدیم نیست، کسی اصلا روش نمیشه با اون لباس در بیاد. میگن اون لباس قدیمی شده. اشکال نداره، شما لباس حجاب درست کنید با جدید، حجاب پوشیده کامل، اوصاف لباس اسلامی و حجاب داشته باشه با جدید طبق روز. پس تبدیل دارن به فرهنگ میکنن و وقتی تبدیل به فرهنگ میشه بی‌هویتی ایجاد میکنه. یعنی دیگه وقتی که بی‌حجابی و نیمه عریانی اینا نشانه تمدن شد و تبدیل به فرهنگ شد، مشکل ساز میشه. میبینی که مادری که سنش 70 ساله حجابش کامله، ولی دخترش که 18 سالشه 20 سالشه همراه مادر 80 ساله. کی طمع میکنه در یک زن 70 ساله 80 ساله؟ کی طمع میکنه؟ دیگه چیزی نمونده. حتی خدا هم بهش اجازه داده که تو لباسش کمی آزادتر باشه، تو حجابش دیگه چیزی نمونده درش و جلب توجه نمیکنه، ولی خودش کاملا حجابشو کامل کرده برای بیرون، خیلی ساده با لباس ساده میره بیرون، ولی در کنارش دختر 18 سالش 20 سالش همراهشه، اون کاملا ضد مادرش و ضد لباس مادرش همراه هم دارن حرکت میکنن و چیز هم بهش نمیگه، چون دیگه بالاخره دختره تحصیل کرده است یا برادرش خوشش نمیاد که اون تاری بره بیرون، دوستانش ازش مسخره میکنن و خواهرت ما عصر بوقه، ما زمان دقیانوسه، میشه که با دنیا ارتباط نداره، چیز از دنیا حالش نیست که دنیا به کجا رسیده، این هنوز تو همون حالت روستایی خودش مونده. پس این سرمایه ها اگر بهش توجه بشه، بهش بها داده بشه و ارزش و قیمتش بیان بشه و همه تو خانواده تشویق بکنن، دوباره چیزی که جزء فرهنگ اصیل ماست دوباره کم کم حالا میاد جایگاه خودش رو پیدا بکنه، بعد از اینکه اونو راندن بیرون از جایگاهش، حذفش کردن. پس علم و پیشرفت و ابزار ارتباطات و اطلاع از دنیا قرار نشده که بدون فیلتر بیاد تو زندگی ما. من تو اون جلسه هم میگفتم، جلسه امروز، غربی ها وقتی که در اسپانیا یا اندلس به مسلمان ها حمله کردن، در جنگ های صلیبی در قدس و در صقلیه و در جاهای دیگه به مسلمان ها حمله کردن، آمدن خون مسلمان ها رو ریختن و تمدنشون و علمشون و آگاهیشون و معارفشون اینها رو غارت کردن، اما فیلتر گذاشتن، عقاید ما را نگرفتن، اخلاق ما را نگرفتن، مسائل شرعی ما را نگرفتن، چیزی گرفتن که بهش نیاز داشتن، گفتن اینا ما نیاز نداریم که بیاد تو زندگی ما، تو مسائل ما. ژاپنی ها وقتی که تکنولوژی غرب رو میخواست وارد خودش بکنه کشورش و کشورش رو بسازه، کشور ژاپن گفتن فقط 1% منابع طبیعی خدادادی داره، 1% فقط. یعنی ذخایر طبیعی ژاپن فقط 1%، اما پیشرفته ترین کشور دنیاست، چون نیروی انسانی توسعه یافته داره، نیروی انسانی داره، مغزای متفکر داره. به جایی که کالا رو از غرب اروپا وارد بکنه، آمد افکار خلاقانه رو وارد کرد، افکاری که میتونه اون مسائل رو ایجاد بکنه. همه چیزشون رو نگرفتن، فقط تکنولوژی و علمشون رو گرفتن. اما ما مسلمان ها هر چیزی تو غرب هست
بدون فیلتر آوردیم، 700 کانال ماهواره آورده، دگمش داده دست خودت. دست زن هست، دست بچه هست، تو اینترنت داره کار میکنه، موبایلش. سبحان الله. بعضی موقع خانه خدا داره طواف میکنی، یک دفعه صدای موسیقی خیلی زشت و مبتذل میشنوید. یک دفعه آهنگ موبایلش موسیقیه، یه خواننده داره میخونه با صدای بلند تا بخواد جیبش در بیاره و خاموش بکنه و فلان بکنه. تو فرودگاه، تو دانشگاه، تو اتوبوس، هر جای، تو محل، تو بازار، بعضی موقع تو مساجد. یه جوانی تو مسجد به نماز ایستاده، یک دفعه موبایلش زنگ میخوره، یه خواننده زنی داره میکنه برات. یعنی همه ابزار در اختیار خودشون و فرهنگ خودشون، دگمش هم دست ما. یا عکس هنرپیشه ها رو زدن لوخت، نیمه لوخت تو موبایلشون، تا زنخور بلا فاصله چه اون عکس هم در میاد. چون گفتن اونها تمدن دارن فلانن، هر نوع بی‌حجابی و ابتذال و فلان و علم و تکنولوژی و دانش و همه رو، خیر و شرش همه با هم، چه بدون اینکه ما فیلتر بذاریم. ما ضوابط داریم، قواعد داریم، قدرت تشخیص داریم، معیار داریم، موازین داریم که میتونیم اونها رو بسنجیم، ولی متاسفانه این کار رو نمی کنیم. اصلا طوری کلاس شده اگر طرف میخواد بره اداره باید با نیمه آرایش، ناخناش هم بلند، طوری بره که حتی تو اداره هم اونو بپذیرن. اصلا بهش میگن اگه تو میخواد تو شرکت ما کار بکنید، تو اداره ما کار بکنید، تو باید مشتری جذب بکنید. پس شروط ما اینه، با آرایش بیاید، لباست اینطوری باشه. میدونید چه دارم میگم که شما تو جامعه هستید، یعنی صاحب شرکت شرط میذاره برای چی؟ برای خانمی و دختری و زنی که برای تو اون شرکت کار بکنه باید مصافحه بکنید با مردم. خیلی عادیه برای جذب مشتری. سبحان الله. درسته که خدا چیز دیگه میگه. خیلی ها تو رمضان احساساتی میشن، میان نماز. خیلی از خواهر اصلا مساجد پره، ولی بعد از رمضان دوباره برمیگردن. سعی بکنیم امسال رمضان یه هدایایی از رمضان بگیرید، هم خواهرها هم برادرها. به خودتون بقبولونید، به این باور برسید که ما باید امسال رمضان از رمضان هدایای خوب بگیریم. این رمضان ما باید با رمضان گذشته ما فرق داشته باشه. خواهرها از خدا حجاب بگیرن، عفت بگیرن، شرم و حیا بگیرن، از خدا بطلبن، رو حجابشون تو این 30 روز کار بکنن. خیلی عجیبه وقتی خواهرها خدا توفیقشون میده که برن خانه خدا، طواف خانه خدا بکنن و زیارت حرم رسول الله بکنن صلی الله علیه و سلم. خیلی هستن حجابشون هم کامل نیست. اصلا سبحان الله، یک حجابی، لباس سبز، لباس سفید کامل برای خودشون میدوزن، فقط صرفا برای 15 روز سفر حج. در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته لباس احرام زن برای حج و برای غیر حجش یک نواخت باید باشه، سفید کامل مقنعه. فکر میکنی یک پارچه شرم و حیاست و یک پارچه اصلا نوره، اصلا فرشته میشه. همین که رفت اونجا اعمالش تمام شد، آمد تو فرودگاه، گل انداختن، حلقه کردن گردنش و یک گوسفند هم کشتن و یک دوربین فیلم بردارم 10 تا آوردن براش، تمام شد. رفت روز دوم کم رنگ‌تر میشه، روز سوم اون لباسش در میاره، میذاره لباس معمولی خودش میپوشه. مگر مکه رفتن حجاب کامل میخواد، بازار رفتن عریانی کامل میخواد، یا عروسی کامل میخواد؟ خیلی زنهای مؤمن و متدین میگن که ما با این لباس رومون نمیشه بریم تو عروسی که ما رو دعوت کردن، عروسی که همه با کلاسا و نمیدونم سرمایه‌دارا و فلان اینا از تیپای بالا هستن، ما با این لباس خودمون شلخته بریم اونجا چی میشه؟ لباس حجاب لباس شلخته است. من و تو رومون نشده با این لباس بریم تو محافل، تو مجالس، تو دانشگاه، تو مدرسه، جاهای دیگه تو دعوتی هایی که میشیم، در نتیجه اونا رفتن روشون شده. خیلی عجیبه. ما در جامعه بینیم که عالم، طلبه، حافظ قرآن سرش انداخته پایین، روش نمیشه حرف بزنه، روش نمیشه، ولی لوتی ساز داره میزنه، طرف مشروب خورده داره ارگ میزنه، طرف رقاصه است نیمه لخته، عربده میکشه تو خیابان داره میرقصه.
چطوری اون روش میشه؟ تو که حق همراهته، تو که خدا و رسول خدا، تو که فرهنگ اصیل همراهته، تو خجالت میکشی. یعنی این فضا رو به وجود آورده رسانه ها و افکاری که پشت این قضایا هستن. از کجا باید شروع بکنیم؟ نباید از خودمون شروع بکنیم. این رمضان شروع جدیدی باشه، آغاز جدیدی باشه، آغاز یک تحول جدید. تو که اینطوری پایبندید، الان صف خواهرها چسبیده، از اول رمضان همینجور چه؟ صف داخل پره، همه جوان. نه این مسجد، برو مسجد گله‌داری، برو مسجد دیگه. تو مسجد توفیقی اونجا شب دوم رمضان 5 صف بوده، هر صفی 50 نفر، خواهرای تنها، همه دختر جوان دبیرستانی و پیش دانشگاهی. سبحان الله. آغاز جدید برای نماز خواندن خوب، برای ارتباط خوب با قرآن برقرار کردن، برای بینش خوب و اندیشه های خوب از قرآن گرفتن، آگاهی خوب از قرآن در کنار تلاوت قرآن، تفسیر و خوندن. خواهرها و برادرها اگر تفسیر قرآن که همیشه سوال میکردن دوست دارن داشته باشن، تفسیر صفوة العرفان 150 دوره الان ما داریم. اگه کسانی میخوان هدیه بکنن یعنی دنبالش هستن، چون یه 250 دوره قبلا آوردیم 2-3 سال پیش، همه به فروش رفت و دیگه چاپ نشد تا همین چند مدت و فکرم نمی کنم دیگه بعد از اون چاپ بشه، یا بالاخره بعد از این چاپی که شده دیگه الله اعلم. الان ما 150 دوره جدیدن داریم در اختیار ما هست. اگه کسانی دوست دارن تفسیر روان و ساده، عوام فهمه، همه میتونن بفهمن، تفسیر صفوة العرفان، تفسیر شیخ محمد علی خالدی حفظه الله سلطان العلماء، تفسیر نور هم تفسیر خوبیه، ولی باید یک کمی اطلاعات داشته باشی چون تفسیر خیلی مختصریه و خیلی به شدت اختصار اشاره میکنه و باید یک رصیدی از معلومات داشته باشه تا بتونید بفهمید. تفسیر حسینی هم هست، تفسیر کابلی هم هست، تفسیرهای دیگه هم هست ترجمه شده. پس این رمضان آغازی باشه برای خواهرها. اگه آستینشون قبل از رمضان کوتاه بود، بالاخره هر چند شب یه 10 سانت بیارن پایین، هر چند شبا، نه که یک دفعه کلاغ و سیاه پوش بشن، بعد از رمضان هم یک دفعه چه؟ سفید پوش بشن دیگه همشی رو. نه این عزاداری نه اونم چه؟ آزادی. بلکه 10 سانت 10 سانت 10 سانت 10 سانت تا آخر رمضان زمینه تکامل خودت توی این برنامه. الان چقدر دور هم جمعن، چقدر همدیگه رو محبت میکنن. همین برنامه ها بعد از رمضان داشته باشن، از همدیگه آدرس بگیرن، شماره تلفن بگیرن، بعد از رمضان این برنامه ها رو داشته باشن، به این 1 ماه خلاصه نشه. شما برادران همچنین، این رمضان آغاز تحولاتی در زندگی شما باشه، یک نگرشی، بازنگری در گذشته خودتون و یک عزم جزم و اراده قوی از اینکه از همین رمضان شروع بکنید. و اگر برادرانی و خواهرانی دوست دارن که امسال رمضان تو 10 شب آخر رمضان 10 شب آخر رمضان اعتکاف داشته باشن، از الان تو همین 7-8 روزی که مونده کارهاشون رو ردیف بکنن و خودشون رو فارغ بکنن. من شبها میتونم در خدمت شما باشم، یعنی از نماز تراویح تا نماز تهجد تا صبح، یعنی تو همین 2-3 ساعت بین فاصله بین نماز تراویح و نماز تهجد میشه جلساتی با هم داشته باشیم. حداقل 5-6 شبش من هستم، یعنی میتونم خودم رو فارغ بکنم. به این منظور دور هم باشیم، مدارسه‌ای داشته باشیم، یه بازنگری تو قرآن داشته باشیم، مرور داشته باشیم. 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر فاصله تراویح تا تهجد، چقدر زیبا میشه. دوستان دیگه به کمک میطلبیم و با ما و شما همکاری میکنن، آدم چقدر خوشحال میشه. همه جوان نشسته،
مثل که جوانان تصمیمشون گرفتن، اصلا ولکن قضیه نیستن، خستگی ناپذیر شدن. ما الان هر شب 4 صفحه داریم اضافه میخونیم. هر شب از دیشب هر شب 4 صفحه اضافه کردیم که روز پنجشنبه بعد از ظهر پنجشنبه شب جمعه میشه شب 27 رمضان. امسال میخوایم ختم تراویح و تهجد تو شب 27 تمام بکنیم. 3 جز باید ما جلو بیفتیم، ولی بازم استقامت میکنن. تو دعا که استقامت میکنن. این استقامت اینجا امروز برقم نوسان داشته، نوسان داشته باشه. نوسان ایمان ما که نباید مرتبط به برق باشه. رو ایمانمون کار بکنیم، رو اخلاقمون کار بکنیم، رو سخاوتمون کار بکنیم. هر روز رمضان اگر شده یه صحنه برای خودت بذار، اگر شده 50 تا 1 تومانی خیر کن. هر روز رمضان بذار تو پروندت 50 تومن خیر باشه. 50 تا 1 تومانی دارم میگم، این صندوق اینجا هست. چند نفریم خودمون؟ هر شب نزدیک 400 نفر 300 نفر 250 نفر دو طرف چه هستن؟ 200 تا 300 تا 50 تومن کلیه، نه یک 50 تومن، 300 تا 50 تومن بیزیم تو همین صندوق. بالاخره یک مصرفی داره. اصلا هر شب اگه 60 تومن 70 تومن جمع بشه 30 شب نزدیک 2-3 میلیون پوله. همه با هم این پولا رو هر چی که خودتون گفتیم مصرف میکنیم. اگه همه گفتن کتاب بخریم برای کتابخونه که عام المنفعه بشه همه بخونن، میگیم چشم، با این پولا کتاب مهر وقف هم میزنیم داخل چه کتابخونه. اهدایی از طرف جماعت 30 شبه مسجد فلان خواهرها و برادرها به کتابخانه خاتم النبیین برای عام المنفعه بودن. ما اگر با هم باشیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. فردا میگم انشالله اینو به اندازه کافی بزنن این بروشور و پیرامون مسائلی که توی این بروشور خواهرها نوشتن انشالله خودشون جمع آوری کردن، انشالله صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که خداوند توفیقات مضاعفشو نصیب بکنه، همطوری که زمینی فراهم کرده برای رشد ما و ما را به رمضان رسانده، توفیق استفاده کامل. همونطوری که گفتم در شبهای قبل در اوائل رمضان پیامبر صلی الله علیه وسلم در 10 شب آخر اون چنان تلاش میکرد که هرچی تو جیب رمضان هست از خیرات و برکات و رحمات و مغفرت ها همه رو جیبش خالی میکرد. نمیگذاشت که رمضان اعتباری که در اختیارش خدا گذاشته این اعتبار رو آخر رمضان به خزانه دولت بر بگردونه. من اشاره کردم بعضی مدیر کلا به خاطر که خودشو شیرین بکنن پیش وزیر بودجه‌ای که در اختیارشون میذارن خرج نمی‌کنن، سال که رسید حالا چه؟ بالاخره اضافه آوردن، اعتبار رو بازگشت میدن و یه مدال میگیرن. این مدیر موفقیه، تونسته رو پا خودش میسته از مردم جذب کنه، اعتبار دولت رو دست نزده برگردنده. پیامبر صلی الله علیه وسلم در شب‌های آخر رمضان اونقدر تلاش میکرد، اصلا رمضان و یقه رمضان رو میگرفت. هر چی داری باید بدید، مغفرت شب قدر باید به من بدید، ولی نمی‌کنن. شب قدر در اختیار توست، تو باید به من بدید، من خواهان شب قدرم، یالا درش بیار. اون 10 شب آخر دیگه نمیخوابید و نمیگذاشت که خانواده‌اش بخوابن، نمیگذاشت که اهل مدینه بخوابن، همه رو بیدار میکرد، همه رو طلبکار رمضان میکرد. میگه همه بگیریدش، این خیر درش هست، آورده برای شما، مال شماست، بر نگردونه به خزانه الله. الله فرستاده که خرج بکنه، ولی ما کاری میکنیم که هرچی داره بر بگردونه. اینجاست که خداوند میفرماید، جبرائیل میگه که از رحمت خدا به دور باد هر کسی رمضان بر او وارد شد با اون همه خیرات و اختیاراتی که درش هست، در اختیارش هست، این رمضان سپری شد و اون انسان مسلمان آمرزیده نشد، رحم نشد، این محروم ترینه، این فقیر ترینه. خداوند به همه ما و شما همینطوری که توفیق دادن به رمضان برسیم و این لذت رو از رمضان ببریم. اگر امسال نمیرسیدیم چی میشد؟ شما میدونید که میان این 1,400,000,000 نفر در دنیا کسانی بودن که شب اعلام رمضان فوت کردن. میدونید شما؟
همون شبی که هلال دیدن سالم و تندرست بوده، سکته کرده مرده. خواهان رمضان هم بوده، همون شب تصادف کرده خود خانوادهش مرده. یا زنده بوده تصادف کرده رفته تو کما رفته تو بیمارستان، مردم دارن روزه میگیرن، نماز تراویح میخونن، اونجاست. ما دوستی داشتیم به اسم نادر ایزدی. این جوانی بود بازاری فروشگاه میلاد، همیشه به دوست ما سفارش میکرد که من خیلی دوست دارم یه بار بیام پیش پردل، با هم بشینیم، با هم حرف بزنیم، گپ بزنیم. نمیدونم ما رو تحویل میگیره یا نمیگیره. ما کی هستیم که شما رو تحویل نگیریم؟ خدا شما رو تحویل میگیره. خدا التماس شما میکنه. من کیم که شما رو تحویل میگیرم؟ من از شما تشکر میکنم که نشستید، من حرفی دارم میزنم، وگرنه باید با این ستونا صحبت میکردم. تا یه روز سر کار ما افتاد به هم پیتزا بلوط هست کنارش، رفتیم اونجا. این جوانم بود، میگفت من دوست دارم یه مراسمی برم همراهتون، مناطق ببینم، دوستان ببینم، شرکت بکنم، ممکن هست؟ رفتیم آقا، ما یک سفارش ساندویچ دادیم برای بچه‌ها، رفتیم حساب کنیم. این اونجا بود قبل از من، حوالپرسی کردیم این رفت بیرون. رفتیم حساب بکنیم، به من گفت حساب شده. خودش رفت. گفتم کی حساب کرد؟ گفت همسایه‌مون حساب کرد، نادر حساب کرد. خیلی ممنون، دستش درد. از اینجا دیگه جرقه زد دیگه، خیلی همون تو دلش بود که یک فرصتی پیش بیاد. بالاخره دوستی ما کم کم شکل گرفت. مدتی با هم بودیم، شب و روز این فکرش تو کار خیر بود. نقشه میکشید برای عوض بریم یه کاری بکنیم، جوانا رو جمع بکنیم، بازارها جمع کنیم، تو عوض یک حرکتایی بکنیم، تو بازار بندرعباس، تو بازار دبی، اونجا این همه جوان خودمونی باشون ارتباط برقرار بکنیم، بکشونیم به طرف ورزش، کتابخونه، فلان. خیلی طرحهای بزرگی داشت. یه شب تو حیاط ما یه آماری از منطقه جاس گرفته بودیم که 40 خورده مدرسه نیاز دارن، یک کلاسه، 2 کلاسه تا 5 کلاسه تا راهنمایی. نشسته بودیم تو حیاط خونمون، همینطوری 3 نفری دست گذاشتیم رو دست هم دیگه. این تعهد خدام گواهه، اینم آمارشونه. یالا راه میافتیم هر کدوممون دیگه پر رو میشیم، اینجا رو میزنیم به خیرین. خدام توفیق میده. اون 40 تا مدرسه درست شد تو 1 سال، اعتبارش جذب شد. همینجور رفت. بعد از مدتی تو رمضان که میشد میگرفت افطاری، میگوشت پشکو تو روستاهای صحب العبور با آقای سعیدی، امیر سعیدی و دوستان دیگه از بازار عوضی. یه گروهی بودن و لذت می‌برد از این کارش. یه خونه تو بلندو، روستای بلندو خرید و اونجا رو یک مجتمع فرهنگی، دینی، ورزشی، هنری، محل تجمع جوانا، خودش 2,400,000 داد. اون خونه الان یه خیر دیگه اومد کامل کرد، اونجا یه پایگاه هدایت شده، اونجا 200-300 تا جوان اونجا مرتبط به اون مجتمع. تا اینکه یه روز به من گفت من سرگیجه دارم. هی سرگیجه دارم. رفت دکتر، رفت شیراز، رفت جاهای دیگه، آزمایش داد. دکتر پیش نمیگفت. بعضی موقع احساس میکرد که پاش یاری نمیکنه بدنش رو تحمل بکنه. هی سرگیجه دارم. بعد از آزمایشایی که پشت سر هم رفت، تا آزمایش‌ها نشان داد که سرطان مغز استخوان داره. در اوج علاقش، که علاقش به کار خیر به اوج رسیده بود، دیگه آرام و قرار ازش گرفته بود، پدر خانمش منو کشید تو باشگاه، با هم از شیراز آمده بودن. شیخ میدونی نادر چه داره؟ این سرگیجه ها تبدیل به چه شده؟ سرطان مغز استخوان. سرطان خون باز قابل کنترل هست، ولی سرطان مغز استخوان بالاخره من که داره خداوند روی بس جدا کنه هست و هنوز خودش نمیدونه، خانمش هم نمیدونه، یه بچه هم داره. بالاخره به مرور زمان خودش فهمید. یکی از صحبتاش میدونی چی بود؟
تو هم شدت مریضیش که دیگه بستری شده بود شیراز، شیمی درمانی میشد، میگه شیخ من کاش که میدونستم، خودش میگفت و مریض بود، میگفت کاش که میدونستم که وقتی من مردم مردم منو دفن کردن مردم درباره من چی میگن. کاش که میدونستم که مردم یعنی دعای خیرم میکنن یا میگن الحمدلله که از شرش راحت بودیم. چون خداوند گفته اگر 40 نفر، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که اگر 40 نفر مؤمن رو جنازه کسی نماز بخونن و همه اهل دین و اهل خدا باشن، خداوند اون 40 نفر رو شفاعت میده. و جنازه آوردن از جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه خوبی اون جنازه میگفتن. رسول الله گفت وجبت وجبت وجبت. یه وقت دیگه یه جنازه دیگه رد شد، همه بدی اون جنازه میگفتن، دوباره گفت وجبت وجبت وجبت. مردم تعجب کردن صحابه، 2 تا جنازه آوردن، یکی گفتی وجبت، یکی اون هم گفتی وجبت، هر 2 تا گفتی وجبت، یکی خوبیش میگفتن یکی بدیش. گفت اون که خوبیش میگفتن مردم ازش راضی بودن، بی آزار بوده، مردم نواز بوده، فقیر نواز بوده، ظالم نبوده، به همه میرسیده، حق همه رو ادا میکرده، همه ازش راضی بودن. و من گفتم چه خدام ازش راضی بوده، گفتم بهشت براش واجب شد، بهشت براش واجب شد، بهشت براش واجب شد. بعد گفت شما شهدای خداوند در روی زمین هستید، گواهی شما کارسازه. و این گواهی برمیگرده به زندگی انسان که در میان مردم چطوری رفتار بکنه تا دعای خیر مردم رو متوجه خودش بکنه. و اون که همه بدیش میگفتن، منم گفتم وجبت، جهنم براش واجب شد، چون شما گواهاتون با این زندگی کردید، مردم آزار بوده، بد بوده، خائن بوده، ظالم بوده، مال مردم میخورده، رباخوار بوده، ظالم بوده، خیانتکار بوده. شما ناراضی بودی، خدا هم ازش ناراضی شده، بالاخره چه عزت و آزارش به خلق خدا رسیده. این جمله رو من گفت نمیدونم مردم بعد از مردن من چه قضاوت میکنم. خیلی میخوام، دوست دارم بدونم، تا اینکه آخرین سفری که دیگه دکتر بهش گفته بود باید بیا شیراز بستری بشی، خودش، پدر خانمش و مادر خانمش وسط 2 نفر نشسته بوده، صندلی عقب نشسته بوده، پدر خانمش کرده. یک دفعه نزدیکای شیراز چه؟ یک دفعه بهش فشار میاره، یک دفعه میره تو حالت کما، که هم پدر خانمش و مادر خانمش همه که همراهش بودن گفتن دیگه نادر مرد. بلا فاصله دوباره چه؟ از اون حالت در میاد، از حالت بیهوشی و اغما در میاد، دوباره چشمش باز میکنه که یعنی دوباره به هوش آمده، دیگه بستری میشه اونجا. و تا این که نمیدونم چندم رمضان بود، رمضان سال گذشته نه، پیراسال، توی یکی از روزهای رمضان که دیگه کار خیلی به جای باری کشنده بود، دکترها ناامید کرده بودن، همه دوستان و قومخشانش اومده بودن از دبی، از جاهای دیگه. بعد میگه که منو ببرید عوض، منو ببرید عوض، منو مرخص کنید از اینجا، میخوام برم عوض، میخوام مردمم ببینم. ایشون نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر بوده که میرسه، با آمبولانس میارنش بیمارستان عوض، اونجا بستری میشه و همه مردم که حالا ارتباط داشتن اونو میشناختن، یکی بعد از دیگری میرن پیشش تا نزدیک افطار. نزدیک افطار دیگه همه میرن برای افطاری و این میمونه با خانمش، مردم میرن که افطار بکنن، دوباره قومخشا برگردن. تو همین فاصله که با همه دیدن کرده و همه رو دیده و احوال پرسیشون کرده و حلالی طلبیده، مردم برای افطار رفتن، اینم رفت برای ملاقات رب العالمین. ولی اون جمله‌ای که من الان لازم دارم به شما بگم، وقتی تو بیمارستان بستری بود، تحمل شنیدن هیچ صدایی رو نداشت، خیلی ظریف شده بود اعصابش، شیمی درمان شدن دیگه خودتون میدونید چیه، یا سوزن زیر پوست زدن یا زیر بر رفتن. بعد گریه کرد. گفتم چرا گریه میکنه نادر؟ گفت الحمدلله. هیچ موقع ناشکری نکرد تو اون حالت بیماری، گفت کار خدا، شکر خدا، الحمدلله، هم خودش هم خانمش همه واقعا خوب استقامت کردن. و گفتم چرا گریه میکنه نادر؟ گفت نمیدونم، امسال دیگه من اینجا گیر افتادم، نمیدونم اون
پشکو، اونا که هر سال افطاری براشون جمع می‌کردیم، خاربار می‌بردیم، امسال برنامه هم گفتم نادر جان شما راحت باشید، خاطرتون جمع باشه. گفت امسال دیگه دستم کوتاهه که برم در بازار بچرخم و افطاری برای اونا جمع بکنم، ببرم توزیع بکنم. گفتم خاطر جمع باشه که دوستانی هستن، برادرانی که با تو بیعت کردن، با هم بیعت کردیم، بالاخره چه اون کار رو انجام میدن. فقط یعنی تو اون لحظات آخر فقط میگو اون فقرا چه شدن، اون پشکو که رفتیم اون جریانشون چه شد، برنامه‌شون کسی هست افطاری براشون ببره. و وقتی فوت کرد ما رفتیم عوض، سر قبرش که صحبت کردیم، خیلی ها اینو نمیشناختن که 40 تا مدرسه درست کرده و نمیدونم فلان، و خودش نه اینکه پول داشته باشه و اندازه، ولی از این و اون دیگه خانواده‌اش تعجب کردن، ما خبر نداشتیم که این کارا میکرد. خیلی از دوستان همین نادر ایزدی این کارا کرده، همین جوان موفق، نه پیرمرد سرمایه‌دار موفق. فرصت از دست میره، خودمون رو جمع جور بکنیم، برنامه هام رو منظم بکنیم. روز 50 تومن، روز 100 تومن، اگر خدای توفیق داد مثلا یه معامله خوبی کردید، همونجا خیرش رو درک کن. شرط نیست دست من بدید ها، هر طوری که خود صلاح میدونید. ولی اگر یه مجموعی واقعا درست بکنید، 100 نفر، تصور کن 100 تا جوان دور هم جمع بشیم، سالی 100,000 تومان به خودمون فشار بیاریم بدیم، سالی 100,000 تومان کلی مبلغ میشه. صد نفر سالی 100,000 تومان. خدا برکت میندازه. خداوند قبر این عزیزمون را باغی از باغهای بهشت قرار بده و مسیر ما وقتی به اونجا منتهی میشه مسیر روشن و درخشان و خاتمه به خیری و مغفرت و رحمت خدا. و به خواهر و برادرانی که هستن خداوند توفیق عبادت و طاعت و بندگی و خدمتگزاری و احسان به خلق خدا و به بندگان خدا نصیب بفرمایند. از حوصله همه شما تشکر میکنم، همه شما را تا دیداری دیگر در برنامه مفید دیگر به خداوند منان میسپارم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی.